Oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha. Oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha. Davlatimsiz hatto xasta holingizcha, shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. İstasangiz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga men oyoq bo'lay. Yo'lingizni yoritguvchi chiroq bo'lay. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Duo qiling, duoingiz kerak menga. Baxsh etingiz hayot va pok yurak menga. Achinmaydi o'zingizdan bo'lak menga. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Siz tufayli birovdan kam bo'lmay o'sdim. Shu yoshgacha zarra alam ko'rmay o'sdim. Bu dunyoda bittagina sodiq do'stim. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Duo qiling, duoyingiz zarur menga. Baxsh etingiz hayot va pok yurak menga. Achinmaydi o'zingizdan bo'lak menga. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. İstasangiz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga men oyoq bo'lay. Yo'lingizni yoritguvchi chiroq bo'lay. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. الهی آمین. برکه تمام شکران ناز و نعمت، تنی صحت، با دلکای جمع، دلکای بیغمتی. همین دمکای هم خریشون نکن. بس سال موهی به نقصان خدا درستان هم میکنم. ساق و سلامت، لقمه ها نور شود، بلاها دور شود، تکیه به خدای رسول شود. هم میکاتون کشکاتون که کش پیر شویتون، بچه کاتون کلان که حضور حلاوت دنیا بینیتون. منم کنده که دولتی شما شده، دواگوی شما شده، شب و روزی شما شده، ساق و سلامت سر شما بگردم.
مهمانان عزیز، دوستان گرامی، من امروز سمرقند آمد، نامش برآمدگی زرحل رستورانش بود. همه ما و شمایا اولاد کلان فتو امکم انامو استوای اولاد کلانشان نماینده هاشان تکلیف کردگی حیات هر یک انسان به ساعت های خرسندی هست، ساعت های هست که انسان همه وقت همون روزی خرسندیش دوستانش کتی مهمانانش کتی یک جایه قید کردن با عهد میکند. من یکمش گفتنی که شادروان امکمم خود فتوای اول ینگه و روح ارواحشان شاد شود. از امکم 8 نفر رستم جان روشنه که 8 نفر شما 8 نفر فرزنداشان اگر وارث حکیم من وارث حکیم هم روحشان شاد شود کلامی فرزندشان. من امروز من همه رستوران خوشبه و هم آمان با یک پیاله چای مهمانی با دختری همه امکم کلانی دخترشان خاصیت تایتین رستم جان ما و شما تکلیف کردگی. اجازت دیتان من از نام همجشتگی همه میمانان، از نام همجشتگی همه مادران، خواهران، برادرهای عزیز، امروز 75 سالگی همین مادر شیرین از تحت دل تبریک می نمایم. سر فرزنداشان با خالم همه وقت صحت سلامت باشم. فرزندان نبیره ها با دعا کنم. رستم جان با علم جان با فرزنداشان با دعا کنم. خاصیت هایتی میکنی خودشان جرزه دیدی بیدارم خاصیت هایتی بید. السلام علیکم. کس ولی 75 منهی عدش کیتون 55 کس 45 کس 55 هایتی جان نظم شما مبارک شود. همین برای همین یکیتی خوشیره با دختراتان با علم جان با رحمت همین مادرم هم نزدیک آدماشون جیغ زده اولاد خودی امکم جیغ زده یک پیاله چای با تکلیف کردید. یکمش خاصیت های تو شما و عمر دراز سر فرزند و نبیره و عبیره ها با همه وقت صحت سلامت گردید. رستم جان فرزند ها با دعا کنید. من همین چند تا همه خیلی روزی زاد روزتانه این فرزندهای شیرین شما آمده همین رستوران خوشرو یک جایه قید کردن نصیب کند الها. دیومش خودی فتو امکم رستم جان پدرشان وارث حکیم از همین اولاد کلام مادر همین کسا گذشتگی های الله روحشان شاد کند. زمین ماند و زمانداران کجا رفت. وارث حکیم هر وقت معرکه کنن اگه همین شعر نظم میدیدن نه روشن حکیم بگوسید ایلایم از همین 8 نفر امکم فرزنداشان نیوره هاشان همین های باقی مانده های عمرشان
دراز شود و واقع من همه که دادراشون زمین ماندو زمانداران کجا رفت جهان ماندو جهانداران کجا رفت بنورش عرش یزدانی منور محمد پیغمبری دلها کجا رفت. از نام آیتب از نام رستم جان اینه هر دیاشانا دیگجده نشانه میرسن از نام اولاد کلان امکم همین های روزی تولد شما خوش آمدیدان نور دیده تاج سر همین چشتگی مادران عزیز همین چشتگی خواهران برادرهای عزیز محل آیتب سفیدی بر میشینه نه؟ سفیدی؟ بسیتی خلق یامش یکتا کنه یکتا سفیدی خلق سفیدی من حرمت میکنم چونکه استاز من به درس دادگی سیفیدین حکیم صلاحیدین ما به دعا کردگی آهلین و استازا ما به درس دادگی همون کس ما را آورده خلق سفیدی کردی شناس کردگی نام خودی محله گفت سفیدی مردمان دلش سفید اینجا به زندگانی میکنن من روشن حکیم خودی رستم جان خودی وارث حکیم کردی شناس شدگیم به قریب 135 سال شد خاصیت هایتی من چنده معرکه هاشون و اولاد همینا برای مگر خودی اوکشان برای ما با دعا کرده که آیته منم شتیم هم یکاشون فرزنهای امکم با الله کچه قوتیه رستم جان برای من فرزندای کلان کرده حاضر یکتا فرزندشان سفر و علم جان من از نام شمایم تبریک کردیم اوکا جان همون مسافری با الله شما هم راهی سفید تیم شما هم در پناهش نگاه دارم مهمان های عزیز را از نام همه آیتب از نام آیلهشان از نام فرزنداشان نبیره هاشان همه یکاتان خوش آمدیتان اگر اجازت دیتان اگر دستاتان خالی باشد 75 سالگی ای زادروزی خاصیت آیتب 45 سالگی ای نامش هم خودش به مناسب رستم داستانه یک تا قرصک زنیتان کشاده گفته اعلان نکنید حاجی جان مبارک شد رستم همین این آدم خوشبخت شما مادر هستند پدرتان روحشان شاد شود عمک تاقاها خاله ها عمه ها هستند رستم جان محکم دست مادر دارید چونکه اینهایم پدرهامان مادرهامان همهاشان غنیمه اولاد شما هم اولاد وقار ناموس اولادی که از پشت مهنت حلال نامش همین سمرقند با مشهور کردگی انسان من حاجی باید حقشان میگم من شب مهمان آمدگی بود همون ریگستان همین جای نشان دادیم کسب خطاطی گم نکیسین اکی سمرقند بسیار کسب گم شوز است لیکن من همین آدم نقاشی کسبشه حاضر گم نکیسین روشن اکی چقه شاگرداشان کردی همین کار دوام دایسین این خیلی انسان ها سفیدی و بسیار سمرقند ما با بسیار همین های خاصیت های تیم برای مادرها تربیه کردگی مادرهای عزیز من یکم سخنم مادرها با وقتی ما فرزندها با مادرها همه وقت ساق باشه مادرها کسل نشود مادر اگر کسل شود همه خانه همیش کسل برای همینم آینده عمرها و خاصیت های تیم من فقط تک سر نورها با دعا کردم همه نبرچه هاشون جا با جا کردن خاندانشون آباد کردن از درگاه الله میطلبم رستم جان یانکشان با علم جان دخترشان هم هستن آیتما دخترشان یانشان با ایستاده بی جان گفته همینا با خدمت کنم از نام همین ها همین یکاتان خوش آمدیدان مانده نشوید آیتی جان مرمت شیدتان دوستان عزیز امروز من همینجا همین دسترخوان زیبا با ما و شما با من فرزنداشان هم یکاشان خدمت میکنن هم یکاتان خوش آمدیدان نوری دیده تاج سر خاندان آباد با دوست گر بود ویرانه هم به کدومی دوستان ویرانه شد کاشانه هم ای که میگویی که جانا
دلرباتر یا که دوست دوست در قلبی من است یا جان بود جانانم. همه اکاتان خوش آمدیتان. آیتیم با دعا کنیتان، آینه شما با دعا کنیتان، رستم جان با دعا کنه با حضور استراحت کنیتان. من اینجا دسته هنری هستن، شما با ترانه های خوش رو میمانن استراحت کنیتان. مرحمت. ایا مادر ایا مادر، بهاری من دیاری من، گلی رعنای صد برگم، سری سبز و بلندی من، گلی رعنای صد برگم، سری سبز و بلندی من. همیشه با تو می فخرم، همیشه با تو می بالم، همیشه با تو می فخرم، همیشه با تو می بالم. دل و جانم عزیزی من، توی مادر توی مادر، دل و جانم عزیزی من، توی مادر توی مادر. اگر سازی نظر بر من، تو میفهمی دلی من را. اگر زی در بدر آیم، همه سازی دعایم را. دل و جانم عزیزی من، توی مادر توی مادر، دل و جانم عزیزی من، توی مادر توی مادر. پرستارم توی مادر، عزیزی من توی مادر. برای من تو یکتایی، برای من تو تنهایی. دل و جانم عزیزی من، توی مادر
توی مادر دل و جانم عزیزی من توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر ایا مادر ایا مادر İki köz kör bo'lsa bo'lsin qalb ko'zing kör bo'lmasin ikki ko'z kör bo'lsa bo'lsin ey qalb ko'zing kör bo'lmasin tilda bog'ling bo'lmasa ham tilda zahring bo'lmasin ko'zda nuqson bo'lsa aybmas ko'z hayosiz bo'lmasin mol mulk yo'q bo'lsa bo'lsin tanda darding bo'lmasin mol mulk yo'q bo'lsa bo'lsin tanda darding bo'lmasin yorsiz o'tsa o'tsin umring bevafo yordan ko'ra dushmaning dono bo'lsin ey do'stin odamdan ko'ra ko'zi to'q miskin g'anidur ko'zi och boydan ko'ra gavda kalta bo'lsa bo'lsin aqli kalta bo'lmasin gavda kalta bo'lsa bo'lsin aqli kalta bo'lmasin bor bir kulba yaxshi g'alvali koshonadan burdan avning yaxshiroq minnati bor oshdan yettiyot begona yaxshi oqibatsiz qarindoshdan
yuzda dog'ing bo'lsa bo'lsin, dilda dog'ing bo'lmasin. Yuzda dog'ing bo'lsa bo'lsin, dilda dog'ing bo'lmasin. مهمانان عزیز، از نام خاصیت های رستم جان، اهل عائله شان خوش آمدید. و فاکر جان مبارک شود اهل عائله باکر. شما کلان همین ها، اله امکما روح و ارواحشان شاد باشد. وارث حکیم بر این انسان های ارواحشان شاد شود. همه یکاتان از نام همین عائله کلان خوش آمدیتان میگوییم. عمر آدم را همین شعر برای خود فتابان، برای گذشتگی انسان ها، پدر رستم جان روحشان شاد شود. همین زنده ها فقط یک تا خدمتشان بوده است. حق همون ها فقط هر سحر دعا کنیم. عمر آدم را که میگویند یک دم بوده است، نیک بینم صحبتی یاران همدم بوده است. هرچی از آدم رسد نامردمی یا مردمی، لیک انسان باز هم محتاج انسان بوده است. خاصیت هایتی من همین عمرشان را پیشواز میسید. از الله میطلبیدیم که من رستم جانم 45 سالگی عمرشان دین اگر من چند سال پیش من یا شکر بود رستم من دویمش رستم جان انتظار کلی نمونم بچه ها تبریک میکنم. سرچه هم سفر با بوده است. من حاضر سفرش بیخطر شود. دلیق جان نامش خندت زن منم فرزندش خانانس است. این دولتی ترقی کرده آسیا یابانیا سرچش خانانس است. خلق سفیدی اولاد خودی فتاحمکم اینها علم و تشنه انسان ها هم یکاشان علم نقص میبینن. خدا خواهد دلیق جانم تمام کنه بیاد رستم علمی آنش روشنکیم همه رافیکیم هم یکاشان همون با دعا کنه یک کلیم بیامیتون. خدا خواهد من یونس جان کنه شنا شدم دیم سرچکته 8 سال بود است. خدا خواهد اینم بچه زیاد باشه. اینم من مسئله دارم که انگلیسی خوان اگر انگلیسی 5 کده خوانم خودم بفرستانم شویتسیه من بشه پسرچه من بفرستانم انم استرایتیلی کمپانی با کارکم میگردی بچه علادت انگلیسی یاد گیر. خیلی من رفته آمدم انگلیسی ندانت قیم بود است چطاق بود است. یاد گیر بچه. فرزند های نقص کلام کنیم. من خاصیت هایتیم 3 فرزند شما بعد از خاطرم برآمده است اراده های خواهرمونم سفر ما بودیم. دخترشان آیتی رستم جان سفرشان بی خطر شود. از سمرقند من میدانم تمام روی دنیا و سمرقندی ها هستن. یوروپا روشنکه 12 تا دولتش گشتم کی جایی و نروید سمرقندی دیدم. همون شویتساریا برن گفتگی شهر گستین سبا گشتیم. از مادرید یک شهزاد گفتگی بچه که شناس شدیم. بچه که یاش سمرقندی همونجا کار میکرده است. من گفتم که اهل سمرقند تمام دنیا با هست. همینا هم یکاشان ازبکستان با گشته بیام سمرقند با گشته بیام پیش وطنشان با هم زمینی من شادی حنیف نویسنده خلقی تاجیکستان
Jalol aka mishnosan, Jalol aka manamja ishten aka. Unqas Afg'onistonda budaga shomba. یک شعر نیسانده فرساندن 88 سال ما دوشنبه میخوانیم سلیم جان غیاسفند دوشنبه را بودنده روشن کرد شادیکیم از افغانستان چطور سمرقند پزمان شده یک تا شعر نویسانده فرساندن سلیم اکیم سلیم جان همین تو اشاله کده خان حاضر سلیم اکیم خوانده میگردن همینه من حقی انمون اراده جیانم با حقی دلیق جان با حاضر عالم جان سفر بودگی حقا شما میخوانم همین شعر شادی حنیف برای سمرقند برای مسافر و رفتگی انسان ها هوایش نهکتی گلها شمیده نوایش ساز اشاق آفریده وفایش لطف و احسان پروریده منم عمر سناخانی سمرقند در این وادی کسی خاری نبیند زرفشان ابوس است در این وادی کسی خاری نبیند کسی خار و دلازاری نبیند یگان مادر هیچگاه آزار نبیند سرا شادی تو خوبانی سمرقند منم امروز اهل گویای سمرقند برای خاصیت هایتین برای رستم جان یوبیلیشون مبارک شود گفته یک تا قرصکی بلند زنیتان همین رو همینجا اممیمان نشستین رستم جان امیشان مملکت هایتی هنو باشم مملکت هایتی یک تا شما التماس میکنیم همینجا هم آمده یک تا از نام اهل آیله از نام خودتان همینه یک خوش آمدید گید مرحمت بید مهمانای عزیز همراهان خوش آمدید ساق باشتن سلامت باشتن هر کمتون همین رزق الله تعالی رسوله الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی اصحابی اجمعین کلین شما اینا صد بدارید خدای مهربان عمر و جانتان و رزقتان و برکت عطا کند ساق و سلامت دعاگوی کته شده سری فرزندکاتان بگردید رستم جان توی هم صد بدارم اما اون زیاده شد نیوره دارو توی تماشا کرده همه وقت یافتگه کات فقط رزقای نیک برای تبریک کنید اما تبریک کنید شما همه رستم جان با یک خرسک سرتان مبارک شد دید رجدیش رحمت اکا جان رحمت السلام علیکم مهمانای عزیز خوش آمدید امروز در این دسترخوانی پر از ناز نعمتی یعنی کم فرصتای و جیانکی مهربان عزیز کم رستم جان من امروز این هر دیشان را الله از نام خودم از نام آیله ستاروفا همشون اکو یک بیر نمیکنم لیکن انوی همجا بوده که کار رهایی دور بکته بلو آبشی تبریک و مبارک باد میکنم اینا ها با در آینده الله سیاه سلامتی چون سیاه سلامتی برای هر یک انسان جدا ضرور عمری دراز موفقیت های نو به نپرسی میکنم یعنی کم در آینده تونده که دولتی بله کوشم شده تنی سیاه کتی کردن سرکی هم میکن با استما کم هم بلویم اما هنم زیاده شده ایوره دار شده با هم بریم اما وقت ساق و سلامت گرده آینده با من هم خیشته با من بول شود همون بول شیم کم نشیم من هم جشتگی مهمون جانا پایم هموشان دلکوشان با نیتهایی پنهانی بودگاشون همهشون جامعه عمل بشه جنکم همه کش ساق و سلامت گردد از نام همتون من اینه تبریک میکنم اما وقت ساق و سلامت باشن این سال همچون که با نورتوی بهم یعنی من تقدیر و نصیب کند یعنی من همچون خواهر اینا کنم با همه کشم تبریک میکنم رحمت
oytevgani rustam va qarsak zaliton muborak shavad. Mana padargoshunam do'ysin yaqabulomi marhamat tiyeton do'ysin nag'zashon va Alloh rasonatini kasa sari farzandoshon va nabiraho va iloho sog' boshan. Rahmati kalom. Ofarin. Hamma yakoton va rahmat. Muborak shavad. Sho'rshine to'g'o. Va hazır shine. Jallaki ke chaqchaq kada. Hamma yakoton az nomi Aminho. Rahmat. Shedon. Rahmati kalom. Ofarin. Rahmat shuma. Mamlakat o'ydi rahmati kalom. Sog' boshedon. Rustamjon. Sari farzandon sog' bosh. Padar shudan davlati kalom. Du pisarat tiya duta qanot at jo'rajon. Kelin amomba duta qanot. Duxtarchet va nay pisarchota ilohim baxtashona didan tuba nasib kunad. Padarat ustoy mashhur budan. Hamma unkasa meshinoq. Ruhashon shumon ustozodaho ruhashon madad kunad. Hamma vaqt tuba uket va oyted va hamma yakodon va shoh sutuni برای پدر رستم جان شاه ستون خاندان نور ایمانم پدر در سماعی زندگانی رهنمایی ما پدر تشویش آید بر سری من بار آن برداشته نوری دیده تاج سر ای رهنمایی ما پدر برای پدر رستم جان پادشاه یک قرصک بالا سردان روحشان شاد شود رحمت کلام فرزندکاشون رو توی کنم روزه خورسندشان با شما دعا کنید گفته نیت میکنید ایراده های من از نام شما هم تبریک میگویم ایلاها انبی خاندان مادرتان با همه وقت توی تماشاشان با شما دعا کنید آیتی جان صد بدارید رحمت کلام حاضر من از شاگردان التماس میکنم تا من ویدیوهای خوشم تیار کردم حاضر مملکت آیدم اما سرکده میگیم من اینجا شاگردها جیان و شانخش و توالهایم شاگردها و رقص تکلیف میکنم برای همیز احمدان روز خورسندی روز فیروز با رقصهایتان خاصیتهای من رستم جانم تبریک میدم مرحبا
گلی من خوجه دهانم که شما نازنین مرچه میانم که شما گلی من خوجه دهانم که شما نازنین مرچه میانم که شما بازا یک هم به دلم میبری آفتی جانم که شما گلی من خوجه دهانم که شما نازنین مرچه میانم که شما لبکانم چونم یه سرخی سر بالا 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 قد قامت بالا بالا
bir esas hem aytayın yar man aşık bulup ah demedim icranlaringdan solinchiga saham qadrimga yetsanim ardan sani deb yer bo'laman sen esa osmon gul yuzingda pardoz menda qolmadi on ey gulda hanam rasling uchun mayli beray jon hech aylamagin noz bir boqishingga yozib beray g'azal doston chalib beray soz So'zlaringni torlariga ilinib qoldim netayki nigohim yoshumi gunohim gar gunoh bo'lsa kechirgin ayla benuqson ko'p ko'nglim ichra rost senga yetay izhor ey gulda hanam rasling uchun mayli beray jon hech aylamagin noz bir boqishingga yozib beray g'azal doston qanchalik beray soz Ko'zimni bosib yuragimda qoldir izlaring qadaming menga baxt alaming menga baxt ko'zimni bosib yuragimda qoldir izlaring qadaming menga baxt alaming menga baxt bir botir uchun sevgi ulug' oshiqlik unvon mehring aylama oz bergin qo'ling dildor yaxshi bilasan oshiq dilim chashmai izlor xohlasang ichib yur istasang kechib yur ne desang degil barchasiga roziman janom qilmayman e'tiroz hatto bersang ozor ey gulda hanam rasling uchun mayli beray jon hech aylamagin noz bir boqishingga yozib beray g'azal doston qanchalik beray soz ey gulda hanam rasling uchun mayli beray jon hech aylamagin noz bir boqishingga yozib beray g'azal doston qanchalik beray soz Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr Abu Karim maktubini davomida yo'la yetib Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr Abu Karim maktubini davomida yo'la yetib
تشکر. خاصیت هایی شما خراب وقتی خونده مکتبی چند؟ 47 و 47 نام عجبت 47 کشیدی؟ واسه من پسرچی روزنامه هم فرستادم 47 میخواند از همجا نزدیک بود شما همین دوره من با همه‌شان مهمان عزیز بود لیکن در این همه مهمان‌های عزیز به این عزیزش همسنفای شما هم آمده ملادت همسنفای آیتم همینجا آمده شدگی بودین باز همین مادرهای عزیز همین دوره را تکلیف کنیم دوگانه‌های نغزشان دوره‌های جوانیشان یک جای گذاشتگی من همین نزدیکی به یک توی برفتم روشنکه 86 با درآمدگی آنخان با قوت خودشان 86 بعد میکروفون رو بردم گفتم آنخان همین عمرش باید دادگی محمد تیاد الله یک تا نبراتون با نیت کنید گفتم نمگین خاصیت هایتی بیچاره آنخان یک تا نبریشان بوده است حالی وی 18 و 17 بوده است گیجا من میخوانده است همون بیاد توی همون بینم بگن همین مادر ها همه آشان هم خیلی بودنده بیچاره ها خودش دمی مرگ با ایستاده است مادر رو بگن همون نبری من توی کنم تین شوم بگن و اخیرش نیست نکی باید الان آیتم میبینم خدا خواهد یاش آیتم یاش دوگانه های خاصیت های دیجان یک تا قرصک زنیتان هم باید تکلیف کنیم بیدام مرحمت بیدام این مهمان های عزیزی همین دوره دوگانه شان دوره های جوانی خاطر نشان کده آمدگی هم یک کتان بیدام مایلش همه اتان بیدام امروز روز خورسندی دوگانه تان رستم جان روز خورسندی شان پسرچه شان مرحمت بیدام هم یک کتان خوش آمدیتان مادرهای همینجا نشسته الهی حضور فرزندهای دیدن هم یکاتان به نصیب کنند الله کلامی اولین یا رب من از مادر آموختم سرودی تازه ای یاران من از مادر آموختم مرحمت آیتی جان به هر جای ربط مادر خیالش بر طفلانش غزلخوانی و شعرگویی من از مادر آموختم آیت جان هم یکاتان خوش آمدیتان رحمت شما با آیت همین روز خورسنده شما با روز دیدرجده شما با تکلیف کردین هم یکاتان یک جای شده آمدیتان یک جهان تشکر من دین یک جای مکتب میخواندیتان دین یک جای کلام بشودیتان من علکه بینیتان چقدر عمرها گذشته رفته است چقدر 53 سال 53 سال شده است اما ها 53 سال یک تا عمری آدم خاصیت هایتی 53 هزل نه تبریک کنید آیت من السلام علیکم میکنون عزیز من امروز رئیسیمون اهل سفیدگی های تعریف و توصیف کردم هر چوریمون از در سفیدی یعنی زود گوامون در سفیدی برای همین بسیار خودستان شده فخر کرده استودیم که در سفیدی همیتر انسان های خوب زندگی کرده با روی رستگی بودیم استاد تشکر باشه بود که همین درجه حرمت و احترامتون با اهل سفیدی بلند بوده است دوستان گرامی من شعر رو با یک بیت شعری سر میکنم چطوری که برنده رئیسمون گفتن تو توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان بی دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن این کسان را گم مکن من ما هر چهارمون البته به این رسیدگی ها هستند در دوره ما نرسیدگی ها هستند سنی 71 رو قدم مونده 72 با قدم مونده استودیم خیلی با این سن و سال فخر میکنیم همه خیلی سن و سال با
رسومت الله بگون جان من امروز دو روزتون دست و فکرم 71 گوشیمت قدم مانده 75 سالگیتونم همینجا بزنونم ویدیوی مکرد مالش فش خیلی فخر میکنم که من 63 سال بازم موش موقتی هم نفس هستیم هیچ گوه 63 سال بازم ما یک دیگری گم نکردیم همه وقت هر موت یک دیگری دیدن نصیب و ریزی کده استوده است الهیم تو 100 سالگی هم خیلی شردگر ما خطا نمیشه نکیم من امروز فرزند عزیزتونم زود روزشون بوده است من خیلی این کسان تبریک میکنم الهیم هم خیلی سیمون صلح و برسی بزرگ حلاوتی فرزندکتون بینید از نام شما من یک تشکر میگم مادر با قدم هایتون من سر میموندم هر حرفی تو را دور و گوهر میدونم در یک عکسه آید از دماغم من پندی تو را مشکل کشف میدونم همه وقت نصیحتگوی فرزندان باشید خونه عزیز همه وقت فخر ما هستید تا آخر فخر باشید که با شما بر این زنی عالی جناب ما فخر کنیم ارزنده باشید زادروزتون مبارک باشد آتش زن باشید که همه وقت با سخنهای آتشین و نصیحت آمیزتون در بین خود آبروی نفس و مبدل کردید چطوری که استاد گفته است زن اگر آتش نمیشد خم میماندیم ما نارسیده باده در جام میماندیم ما زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام بی تخلص بی ما حیران میماندیم ما گر کلامی اولین از زن نمی آمیختیم لب فرو برده همه چون خمزا میماندیم ما آتش زن بود که ما سوختیم و همچون سنگی احرام میموندیم ما آتش زن هستید ما با شما فخر میکنیم بگامه عزیز سلام علیکم مهمانان میزبانان همدیاران هموطنان همسایه‌های قدردان و قیمتدار من امروز ما در طرفخانه زیبا معرکه دوگانه جشن تولدشون از آن فرزندشون روزی شکرانه‌شون پیشواز کرده در اینجا ما اشتراک هستیم من دوست سخن برای دوگانه هم گفتنیم مهم دریا بیخد دریا سه در 14 قبول پیش میشته باید برسته سال 1972 مکتب میانه رقم 47 یکم قلدرغاچ است شده مهم تمام کرده برندگی من امروز از نام هم صنف دهم آ هم دوگانه‌ام رو هم فرزندشون رو با روز شکرانه‌شون تبریک و تهنیت رو میگم من همراه دوگانه بعد از ختم مکتب فکر گفتم پیش مکتب هنر برفته 1 سال و 7 ماه همجا خونده هر دیامو با بهای اعلا تمام کرده فعالیت کاراموی کلخوز کیرف با این سوچک میگم چند خیلی باید رفتم دیامو سامکروش رو کار کردگی اونجا مون 1 سال کار کردگی بعد ازش سالی مونا دیرکتر سالی بودم از اوهانی مونا با آورده دستی پدران با دادن که اکو اینا دختر بچه هم 5 سال برمسه اکو دختراتونه گیرید سالی صحیح بفهم عبدالقهار سالی من مرکزی همه رایون با ماشنه چی که گونه مهنت فابریکش با رفته فعالیتی کارشون رو دوام دادم هر دیامی هم از طرف و خلق و وطن و خدمت کرده بازی سینه‌های نفق خود در دوره فرزند ها نبیره با خدمت با سری بلند فخر کرده میگرده من دوگانه‌ام که فخر میکنم من اینجا خدا رحمت کند حارسه که وفا اینا هم من هم خیلی کنم بس یک تکرفه با کلانستگی روح ارواحی آب کن با از آن مادر از آن دادری هم خیلی کنه بودن خالم گفته امام جان گفته عزت حکومت میکرده من امروز علاقه موسیقی همیشه باید با خورده خونانا ترد کنم
تکسیف با همین من شما رو بروز شکلانه رستم